بچه ها سلام، وقت شما بخیر. برای من یه پیامی امروز اومده که بانک ملی تلاش ناموفق جهت ورود به سامانه وام. حالا یه آدرس آی پی اینجا هست. من میخوام بهتون بگم از این آدرس آی پی چجوری استفاده کنید. اصلا بریم ازش استفاده کنیم. ببینید اینو کافیه کاپی کنید، بعد برید تو وبسایت IP2 لوکیشن و تو سایت IP2 لوکیشن کافیه که این IP رو وارد کنید که IP مورد نظر ما الان اینجا این چیزی که هست مال بانک ملیه 191 251 209 129. خب من اینو تو IP تو لوکیشن میزنم و این به من داره میگه که از استان اصفهانه، این آی پی آدرس مال استان اصفهانه و اینجا به من در واقع مختصات جغرافیاییش هم میده. کافیه من این مختصات جغرافیایی رو به این شکل کپی کنم و این کپی و برم توی برنامه گوگل مپ بزنمش. ببین این در واقع حالا من قبلا این کار رو انجام دادم. ببین الان میزنمش و تارگتی رو که به من میده کجاست؟ میگه میدون نقش جهانی این آدرس. این هم گفتم برای بچه‌هایی که شاید علاقه‌مند باشن خواستن در این زمینه از رو آی پی آدرس یه آدرسی رو پیدا کنن، آدرس پستی رو از طریق آی پی آدرس پیدا بکنن. ممنون، روزتون خوش.